سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. یه ویدیوی بررسی ساعت داریم و قراره که تو این ویدیو شما رو با برند تایمکس آشنا بکنم و بعد یکی از ساعت‌هاشو که همراه همه معرفی و بررسی بکنم. بریم با هم ویدیو رو شروع بکنیم. قبل از اینکه به بررسی ساعت بپردازم بهتره شما رو با برند تایمکس آشنا بکنم و ببینیم که تایمکس چه تاریخچه‌ای داره و در کجای صنعت ساعت قرار گرفته. داستان تایمکس از سال 1854 شروع میشه که این کمپانی تحت عنوان وادربری کلاک کامپنی فعالیت خودش رو در آمریکا شروع کرد. بله، تایمکس یه برند قدیمی آمریکایی و در سال 1944 نامش به تایمکس تغییر کرد. در واقع توماس اولسن کمپانی وادربری کلاک رو در نیویورک و در سال 1941 میخره و نامش رو به تایمکس تغییر میده. تایمکس در واقع ترکیب دو اسم مجله تایم و کلینیکسه. شرکت وادربری در سال 1857 به طور رسمی به عنوان یک بیزینس مستقل با سرمایه حدود $60,000 تأسیس شد و در مدت کوتاهی به یکی از بزرگترین تولید کنندگان ساعت در آمریکا تبدیل شد، به طوری که منطقه فعالیتش به سوئیس آمریکا معروف شد. این شرکت میلیون‌ها ساعت جیبی برای کمپانی اینگرسول هم تولید کرد. در همکاری با وادربری، کمپانی اینگرسول ساعت $1 به نام یانکی واچ معرفی کرد که اونقدر محبوب شد که لقب ساعتی که دلار رو معروف کرد گرفت. شرکت ساعتسازی وادربری به دلیل تکنیک‌های ضعیف فروش به سرعت ورشکست شد و برای جبران این موضوع وادربری شروع به تولید ساعت‌های های اند کرد که فقط تقاضای بیشتری رو برای نیروی کاری ایجاد می‌کرد که قادر به همگام شدن با پیچیدگی ساعت‌های جدید با چند صد قطعه نبودند. این شرکت در سال 1898 به عنوان شرکت ساعتسازی نیو انگلند سازماندهی مجدد شد و همچنان به تولید ساعت‌های های اند می‌پرداخت و در نهایت در سال 1912 دوباره ورشکست شد و کمپانی اینگرسول شرکت ساعتسازی وادربری رو خریداری کرد و شروع به تولید ساعت‌های اینگرسول در این کمپانی کردش. تو جنگ جهانی اول یکی از اولین ساعت‌های مچی رو همین کمپانی وادربری عرضه کرد. اونا در اصل یه ساعت جیبی زنانه رو تبدیل به ساعت مچی کردن، بهش لاک اضافه کردن، پیچ کوک رو تو موقعیت ساعت 3 قرار دادن و صفحه ساعت رو خانه‌تر کردن و خروجی شد یکی از اولین ساعت‌های مچی که تو آمریکا تولید شد. در سال 1922 کمپانی وادربری اینگرسول رو به مبلغ $1.5 میلیون خریداری کرد، چون این شرکت سال قبلش به دلیل رکود اقتصادی پس از جنگ ورشکست شده بود. با این حال وادربری به دلیل رکود بزرگ نتونست تضمین کیفیت اینگرسول در اروپا رو ارائه بده. بنابراین اونها اینگرسول رو به انگلیسی‌ها فروختن و اون رو تبدیل به یک برند کاملا بریتانیایی کردن. شرکت ساعتسازی وادربری پس از رکود بزرگ و یک دوره سختی هویت خودش رو تو بازار پیدا کرد. اونها در سال 1930 با والت دیزنی به توافقنامه برای تولید ساعت‌های مچی و دیواری معروف میکی موس رسیدن. از طرف دیگه شخصی به نام توماس اولسن که مالک یک شرکت کشتیرانی بود، در سال 1940 همراه خانواده‌اش از نروژ به دلیل حمله نازی‌ها فرار کرد و در نهایت به ایالات متحده مهاجرت کرد. اولسن سهام شرکت ساعتسازی وادربری رو خرید و به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد. این شرکت تحت مدیریت اون به بزرگترین تولید کننده تایمرهای فیوز برای محصولات دفاعی دقیق در ایالات متحده تبدیل شد و همین دوران بود که در نهایت نام کمپانی به تایمکس تغییر کرد. اما در دهه 80 تایمکس دوباره جان گرفت و تمرکزش رو کامل روی ساعت گذاشت. این برند به خاطر دوام بالا، طول عمر زیاد باتری و کیفیت مناسب در برابر قیمت شهرت خوبی به دست آورد. اونها همچنین موومنت های کوارتز آنالوگ جدیدی طراحی کردند که با قطعات کمتر ساخته میشدن و همین باعث کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری شد. در همین دوران مدل معروف آیرونمن معرفی شد که بعدها به پرفروش‌ترین ساعت در آمریکا و یکی از پرفروش‌ترین ساعت‌های ورزشی در جهان تبدیل شد. به مرور تایمکس رشد کرد، برندها و لایسنس‌های مختلفی را خرید و امروز به عنوان یک گروه بزرگ در صنعت ساعت‌سازی شناخته میشه. شاید تایمکس ساعت مکانیکی لوکس نداشته باشه، اما از نظر تاریخ و تاثیر در بازار ساعت داستان‌های زیادی برای گفتن داره. خب حالا بریم سراغ بررسی ساعت. تایمکسی که اینجاست در اصل مدل وادربری هست. با نام وادربری هم که آشنا شدین، نام قدیمی کمپانی تایمکس هستش. وادربری یه ساعت کرونوگراف کوارتز و 3 صفحه فرعی داره و فرم بزلش سکه‌ایه. متریال قاب از برنج و پشت قاب در عوض از استیل و دقیقاً به خاطر اینکه هزینه‌های تولید و قیمت نهایی ساعت پایین باشه، تایمکس از چنین متریالی استفاده میکنه. بیشتر از ساعت‌های زیر $200 تایمکس متریالشون از برنجه. بزل سکه‌ای ثابتی داره و پوشرهای کرونوگرافش از نوع پمپیه و پیچ کوکش هم مثل بزلش شیار داره. این مدل ساعت‌ها یه اصطلاح دارن و اون کوین اجه.
حالا یعنی چی؟ یعنی دور ساعت یا بزل ساعت مثل سکه طراحی شده و یه بافت ریز و شیاردار داره. همین جزئیات باعث میشن همین ساعت ارزون تقریبا 15 میلیونی وقتی نور بهش میخوره جلوه خاصتری پیدا بکنه و حس یه ساعت گران قیمت تر رو منتقل بکنه. میزان مقاومت این قاب در برابر آب 50 متره. این قاب ابعادی معادل قطر 40 میلی متر، فاصله لاک تا لاک تقریبا 48 میلی متر و ضخامت 10 میلی متر داره. این ابعاد نشون میدن که ساعت نه اونقدر بزرگی که زمخت به نظر برسه و نه اونقدر کوچیکی که از سوال نظامی بودنش کم بشه. ساعت وادربری کریستال فلت مینرالی داره و زیر این کریستال صفحه نقره‌ای قرار گرفته، متشکل از 3 صفحه فرعیه، یکی شمارنده 24 ساعت در موقعیت ساعت 2، یکی شمارنده 30 دقیقه‌ای در موقعیت ساعت 10 و یکی هم ثانیه شمار ساعت در موقعیت ساعت 6. پنجره تقویم هم تو موقعیت ساعت 4 قرار گرفته. نشانگرهای صفحه ترکیبی از نشانگرهای خطی و مثلثی هستند. عقربه‌های ساعت از نوع فلش چک یا ارو هستند و روی نشانگرهای یا عقربه‌ها مواد روشنایی در تاریکی اعمال شده تا صفحه ساعت در تاریکی خوانا باشه. همه این اجزای صفحه باعث میشن ساعت هم کاربردی باشه هم ظاهر حرفه‌ای تری پیدا بکنه. متاسفانه تایمکس اطلاعاتی در مورد موومنت‌هاش منتشر نمیکنه، ولی موومنت این ساعت کوارته و دو پیچیدگی تقویم و کرونوگراف رو داره. وقتی صحبت از پیچیدگی یا کامپلیکیشن میشه منظور تعداد مکانیزم‌های اون موومنت هستش. در کل این موومنت برای کسی که دوست داره ساعتش همیشه دقیق باشه و دردسر مکانیکی نداشته باشه یه مزیت بزرگ به حساب میاد. کار باهاش خیلی ساده است و برای تایم گرفتن در ورزش، کار یا حتی روزمرگی کاربرد داره. ساعت وادربری یه بند چرم با استایل وینتج داره و قفلش هم از نوع پین باکله. تو حالت کلی ساعت خوش دستیه و طراحیش الهام گرفته شده از ساعت‌های خلبانی و کرونوگراف دهه 40 و 50 میلادیه. پس میشه گفت در ژانر ساعت‌های نظامی قرار میگیره و به راحتی میتونید این ساعت رو با بند نیتو یا بندهای کشی هم ست بکنید. بخوام یه جمع‌بندی بکنم باید بگم که این ساعت یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادیه که استایل کلاسیک و ژانر نظامی دوست دارن، کسایی که یه ساعت با بند چرم که قابلیت تعویض بند داره میخوان و کسایی که اولین ساعت کلاسیکشون رو برای استفاده روزمره میخوان بخرن. یه ساعت همه فن حریف با اصالت آمریکایی که طراحی جذابی داره. در ضمن این ساعت رو میتونید از طریق پیج اینستاگرامی نومون واچ خریداری کنید. مرسی که این ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید.